شما رو خلع لباس کردن. ما دستمون تو جیب خودمونه، زبونمون برای همه درازه. من ادیان معتقد نیستم، یه دین داری. اسلام سید حسن آقامیری. نه. حسن آقامیری تبدیل به یک منتقد سفت شد. داداش اون دفترچه اعمال حکومت، اون دفترچه اعمال دولت. قحطی، پرونده سازی، میشاشم توش، سوراخموش، کابل، نفوذ، چاپلوسی. شنزا رو بده به دولت، 6 ماه بعد شن کم میاره. من لنز شما رو همش سیاهی میبینم. ما باید با ظلم مخالف باشیم، نه با ظالم. پس هر کی آدم میکشد بنا به نسخه حسن آقامیری جاش بیمارستانه. این همه نفرت ایجاد کردید، به نفع مردم شد در نهایت. مگه شما معتقد نیستی که قانون باید آپدیت بشه؟ شما داری به قانون 1400 سال پیش عمل میکنی؟ یعنی جای مادر الهه واقعا این گونه تصمیم میگیری؟ توی زندان بخوابه، از بیت المال صبحونه و نهار شامش هم بخوره، بهداشتش هم تامین حالا بیت المال یه جوری میگی فهم میکنی چه خبر؟ چرا هر وقت ما مشکلات اقتصادی پیدا میکنیم زورگیری بیشتر میشه، دزدی بیشتر میشه؟ اینو با ساقی شیشه یکی نکن. بگو چون اونو نمیگیرید اینو ولش کنی. کسی که زورش به زورگیری میرسه تی نمیتونه بکشه، چایی نمیتونه بده. من الان دارم با شهروند صحبت میکنم یا با مافیا؟ شهروند واقعی. به کجا وصلی برادر؟ این حرفا رو میتونی بزنی؟ من چگونه به جایی وصلم که به یه کلینیک دندون پزشکی زنگ میزنن میگن اسپانسر این برنامه نباید باشی؟ نامردی من به جواب بگم منو ببین کار میکنم، تو هم بیا کار کن. بابا رسانه‌ای که من دارم این بدبخت نداره. آقا برو آخوند شو اولش، بعد انتقاد کن، بعد خلع لباس شو. اینا همه در این مسیر بوده دیگه. حاجی تو به جون خودم مافیایی. حرفایی که حسن آقامیری امروز میزند احتمال این وجود دارد که مثلا 3 سال بعد این حرفا کامل اشتباه باشه. خب من چرا مثلا کتاب نمی نویسم؟ چون میگم خب من الان می نویسم، فردا خودم هم قبولش ندارم، چیه بنویسم؟